سر اپیورا چون بچه‌های گروه راهنما جمع شدیم در تاجیکستان اویدی پیشاوی‌ها صحبت داریم نقشه‌ها داریم بچه‌هایی که در اینجا جمع شدند بعضیشون الکای بیزنسمن هستند بعضی دیگرشون راه خود را پیدا کرده‌اند اینها هنگام آموختن کورس راهنما با یکدیگر شناس شدند و یک کماند تشکیل نمودند که این خیلی خوب است میدونید از چنین واقعه‌ها برای خود چه میگیرند البته اگر بیزنسشون خرد باشد یعنی بیزنسشون رو آهسته کلان میکنن برای بیزنسمن چنین واقعه‌ها ضرور است چون که پلوس مینوس های بیزنس های خود را انالیز کرده میبینند از یکدیگر موتیواسیون میگیرند اینها هر یکی در علیحدگی اودیتوری خود را دارند و باز یک جوشت یک کماند نو تشکیل نمودند که میخواهند که بیزنس های نو به نو کشند البته یکی از مقصدهای اساسی کورس راهنما هم در همین بود بهترین است بچه‌ها همین کارتان را حتما دوام دهید